خب منو طبق معمول راه ندادن تو، واقعا رو 12 وایساد. تا حالا انقدر خوش شانس نبودم، یعنی این اولین باره که تو این بازی انقدر خوش شانسم. من چقدر خرشانسم، اینجا شوخیت گرفته، شوخی. واو شد 104. نه باورم نمیشه، امشب خیلی خوش شانسم. حالا میگی نه نگاه کنم اون دورم که خلافش ثابت شه، ولی تا بوده همین بوده. من اینا رو امتحان میکنم که شما امتحان نکنید. برو بالا. بچه‌ها سلام، امروز داریم میریم کازینو. همینجوری که میبینین قراره بریم یه ذره بازی کنیم با هم دیگه، این تجربه رو هم با هم دیگه داشته باشیم که ببینیم توی کازینو چیکار کرد، پول میشه برد نمیشه برد. خیلی باحاله آدم بعضی وقتا بیاد و یه ذره تجربه کنه. البته میدونم تو ایران این شرایطو نداریم، ولی خب اگر که کشور هستید که میتونید حتما برین و تجربهش بکنید، خیلی تجربه باحالیه. اگر هم دوست داشته باشین که با من امروز همراه بشین، من میبرمتون امروز اینجا که با هم دیگه بریم و یه تجربه خیلی باحال داشته باشیم. آیدی فقط میخواد الان از خب منو طبق معمول راه ندادن تو. به خاطر اینکه گفتن که آیدی باید بهشون بدی، چون اینجا زیر 18 سال رو راه نمیدن. البته خب من بیشتر از 18 سالمه، ولی هر سری که میام اینجا ازم آیدی میخوان و من هر سری که میام اینجا یادم میره که آیدیمو هم داشته باشم. البته تو ماشین دارم، ولی از اینکه از اینجا تا اونجا بخوام برم تو ماشین تا آیدیمو بیارم خیلی راهه. بعد ولی اشکال نداره دیگه، دوباره این درس عبرتی میشه که برای بار صدم بدونم که اینا از من آیدی میخوان و باورشون نمیشه که من بالا 18 سالم و آیدیم همیشه پیشم باشه. حالا برم که آیدیمو بیارم، برم تو. حالا بریم تو که ببینیم چه خبره. خب اینجا اگه بخوایم کتمون رو تحویل بدیم یا کاپتن که داشته باشیم اینجا تحویل بدیم و اینجا هم که دیگه ورودیه، میریم به سمت کازینو. همیشه اینجا هست، من یک بار نشده که بیام اینجا و این آقا رو نبینم. یا آقای پیریه که همیشه میاد اینجا و میرقصه، یعنی اینجا کار نمیکنه ولی همیشه اینجا داره میرقصه. خیلی باحاله که الان مثلا دفترم دیدمش، برام خیلی جالب بود. اینجا قسمتی اگه که خوشبخت باشی میری اینجا، بعداً پولتو چنج میکنی و اون تیکتتو میدی و هر چی که پول برده باشی و بهت میدن. ولی اکثرا که ما چیزی نمیبریم اینجا و پولامون رو میبازیم. خب به نظرم بریم اولین بازی رو با این دستا شروع کنیم که دستای با هم دستگاهه قراره روی چه عددی وایسه. من میگم که متوجه بشید که این آخر اومده شانس یک که همیشه زیاده. الانم که یک اومده میذاریم روی 1 و 1 3. مثلا اگر که 1 بیاد، یکی که $1 خودم برمیگرده، $1 دیگه هم برمیگرده، دوباره میشه همون $50. اگر 3 بیاد یه $1 هم به هم برمیگرده که گذاشتم روش به علاوه $3. اگه 3 بیاد
الان گذاشتم روی 1 و 3 دوباره. اگه ببینیم روی چی میافته. بازم روی 1 همینجوری هی 50 میشه 48 دوباره میشه 50 دوباره میشه 48 دوباره میشه 50. من اهل ریسک نیستم، اشکال نداره. خب الان میذارم روی این شانسای اینجوری، مثلا اینا که خیلی کم میاد. اگه خیلی خرشانس باشیم مثلا این پایین رو نگاه کنیم آخرین بارا چی اومده. 1 1 3 اینا جوکر 1 1 1 یه بار کانادا اومده، یه بار خوب اومده. با توجه به اینکه اینا خیلی کمن نکن کلا توی این بورد یه دونه جوکر هست، یه دونه هم کانادا هست. خب خسته نباشین، هیچی نبردیم. خب همونجوری که میبینین بیشتر کسایی که میان اینجا خانم و آقاهای سن بالا هن. یه چیزی بذاریم اینجا، یه کوش 6 میذارم و 3 دیگه تایمش گذشت. خب 1 و 6 فقط اگر که بیاد ما میبریم. بیشتر کسایی که میان اینجا خانم و آقاهای سن بالا هستن همونجوری که میبینید. اونم نمیدونم واقعا دلیلش چیه اینجا، چون شهر ما کلا بیشتر مسنا اینجا زندگی میکنن تا جوونا. خلاصه که اینجا بیشتر سن بالا میان، مخصوصا وسط هفته. حالا اگه آخر هفته باشه که برنامه و اینا باشه، مثلا موزیک و اینا باشه، آره جوون‌ترا هم میان، ولی آخر هفته فقط دیگه. الان وسط هفته است. 6 ایول چه شانسی بردم. 47 تا داشتم الان شد 52 تا. 2 تا سود کردم. اشکال نداره، 2 تا هم خوبه. چی بذاریم؟ من میگم 12 خیلی وقته که نیومده، با توجه به این 25 هم نیومده اصلا تقریبا. یعنی اگر که 25 و 12 بیاد من خیلی خرشانسم. لطفاً 12 لطفاً 12 یس واقعا رو 12 وایساد. تا حالا انقدر خوش شانس نبودم، یعنی این اولین باره که تو این بازی انقدر خوش شانسم. 63 یس. خب تا الان که شانس با همون رو کرده، بریم رو جوکر و کانادا و 25 و 12 و 1. 1 دیگه تایم اوت شد. 12 هم نذاشت. حالا الان شانس ما میزنه دوباره 12 میاد. انگار تاچش خرابه. اگه 25 جوکر و کانادا بیاد خیلی معلومه امشب شب خوش شانسیه برای من. نزدیک 50 شد ولی 50 با این نمیسته، هیچی نبردم، اشکال نداره. من چقدر خرشانسم، اینجا شوخیت گرفته. شوخی واو شد 104. نه باورم نمیشه، امشب خیلی خوش شانسم. به نظرم دیگه درش بیارم. اگر نمیخواستم فیلم بگیرم واقعا درش میبردم و میرم. آیا به نظرتون من جوکر یا کانادا وای میسته؟ 6 هم وایسه خوبه. لطفا 1 پایین هستا. 1 2 3 4 5 6 7 بازم ضرر کردم در خود یا نه ضرر نکردم. 6 هم $6 به من گرد تقریبا ضرری نکردم. دوباره میذاریم رو جوکر و کانادا 25 و 12. 2 عدد بالاها فقط گذاشتم. شد 100 دیگه. اینو ببرم یا ببازم میخوام پولم از این دستگاه در بیارم. انگار دیگه سودشو به ما داد. ببین اگر روی 50 وایسته من واقعا جیغ میزنم. روی 1 وایستاد خدا رو شکر آبروم حفظ شد، واقعا جیغ زدم. بچه‌ها لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. من از 2 تا ویدیو قبلی که گذاشتم سابسکرایبم همون 35 و یه دونه هم بهتون نمیخوره. واقعا اگر که سابسکرایب نکردین، اگر که دوست داشتین با من حال میکنید، از چیزایی که میذارم لذت میبرین، لطفاً اون دکمه سابسکرایب رو بزنین که به منم خوش بگذره. خب ببینیم این $100 تبدیل میشه به $300 یا
تبدیل میشه به $0. الان یه چیزی بردم. خب در برابر که باختم هیچی نیست. پول اومدین میخوام برم کش اوت میکنیم. خب همونطوری که دیدین $100 شد چقدر $69. حالا الان باید با این $69 چیکار کنم؟ برم یه دستگاه دیگه پیدا کنم ببینیم چی میشه. من که مطمئنم تهش این $100 اون $50 که شد $100 و الان شده $69 قراره بشه $0. حالا میبین نه نگاه کنم اون دورم که خلافش ثابت شه ولی تا بوده همین بوده. من اینا رو امتحان میکنم که شما امتحان نکنین. اگه $50 تو شد $100 رو بذارین تو جیبتون بود دارین بری خونتون کیفشو ببرید. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. اومدیم این دستگاه. الان میخوام این دستگاه رو امتحان کنم ببینیم که از تو این چی برامون در میاد. بچه ها یکی از این تبلا زد. فکر کنم الان واقعا واو یه اتفاق خفنی داره میفته. جدی داره یه اتفاق خوبی میفته. A few years later. $10 بردم فقط. پولامو بهم برگردون. واقعا ممنون از شما دوست عزیز که پولو بهم برگردونی. همون 69 گذاشتم 69 الان دارم برمی‌دارم. برداشتم چون که همینجوری داشتم پایین‌تر الان شد 65 و میخوام بذارم دستگاه یه حالت نوستالژی تولید داره دیدن قدیمی‌هاست. ببینیم چجوری با هم میسازه. بچه اومدم یه دستگاه دیگه. این خیلی بامزه است.
بچه‌ها ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. این بود از بلاگ کازینومون. با هم دیگه رفتیم دیدیم که چه خبره، چیکارا میشه کرد تو کازینو. دیدیم که با $50 رفتیم تو، الان با 50 تقریبا $4 اومدیم بیرون. تا جایی که آدم میره کازینو و ضرر نکنه به نظر من اوکیه. برده هم فان داشتیم، همینم که $4 پول بردیم. خب من هر سری میام اون دستگاه گرده رو بازی میکنم ولی متاسفانه هیچ وقت نمیبردم، ولی این سری پولم $50 هم شد $100، ولی به خاطر اینکه به شما حال بده و با هم دیگه بچرخیم کازینو رفتم اون دستگاه دکمه هم بازی کردم، ولی خب اونا دیدین که همش باخت بود دیگه، ولی اشکال نداره. به من کلی خوش گذشت، امیدوارم به شما هم کلی خوش گذشته باشه. بچه‌ها ازتون واقعا خواهش میکنم که اون دکمه سابسکرایب رو حتما بزنین، به خاطر اینکه من از چند تا ویدیو قبلی تا الان هنوز سابسکرایبام 35 تاست و تکونی نخورده. اگر که سابسکرایب نکردین با من حال میکنین، ویدیومو دارین الان میبینین، لطفا اون دکمه سابسکرایب رو بزنین، واقعا ممنونتون میشم. یادتون نره این ویدیو رو هم لایک کنین و تا ویدیو بعدی خدافظ.